روسیه از 2 ایون پروازهای منتظمش با چند کشور از جمله با تاجیکستان و ازبکستان افزایش داد. پروازهای منتظم در خط‌سیرهای مسکو دوشنبه و مسکو تاشکند در هفته یک مرتبه زیاد کرده شدند. به نوبت خود تاجیکستان و ازبکستان نیز میتوانند شماره پروازهای منتظم از پایتخت‌های خود به شهر مسکو را در هفته یک پرواز بیشتر کنند. تا کنون از دوشنبه به مسکو و از تاشکند به مسکو هفته 2 پرواز انجام میشد. یک پروازی از جانب شرکت‌های روسیه و یک پروازی از جانب شرکت‌های تاجیکستان و ازبکستان. ستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه در این باره روز 31 ماه قرار برآورد. روسیه از 2 ایون پروازهای منتظم با آذربایجان، یونان، ارمنستان، قطر، مصر و صربستان را نیز افزایش می‌دهد. روسیه از 1 اپریل به پروازهای بین تاجیکستان و روسیه اجازه داد. پروازهای منتظم بین دوشنبه و مسکو را از جانب روسیه شرکت یوت ایر و از جانب تاجیکستان سامان ایر انجام می‌دهند و به 3 شرکت دیگر هواپیمای روسیه اورالسکی اویالینی، سیبیر و یامال حق انجام پروازهای چارتری از فرودگاه‌های تاجیکستان به فرودگاه‌های روسیه داده شده است. باز یک شرکت دیگر روسی سیورنیویتر نیز در این بازار کار می‌کرد، ولی اگنتی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان روز 17 ایون این شرکت را به دلیل به طور صنعی بالا بردن نرخ چپته‌هایش از حق انجام پروازهای چارتری محروم کرد. شماره به‌حد زیاد خواهشمندان سفر به روسیه باعث نوبت‌های بزرگ در نزد اویاکاساهای تاجیکستان شد و شرکت‌ها با استفاده از چنین گرمی بازار نرخ پروازهای خود را تا چند مرتبه بالا بردند. در نتیجه نرخ پرواز به یک طرف از تاجیکستان به روسیه تا به حد 1200 یا 1500 دلار رسید. اگنتی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان مجبور شد که شرکت‌های روسی را هشدار بدهد که نرخ‌هایشان را پایین بیارند وگرنه از حق انجام پروازهای چارتری محروم خواهند شد. حالا شرکت‌ها ادعا می‌کنند که چپته‌های خود را به نرخ کمتر از 500 دلار به فروش گذاشتند، ولی حالا به طور مستقیم از اویاکاسا خریدن چپته در تاجیکستان به یک امر محال تبدیل یافته است. حناتان در بازار سیاه یک چپته را به نرخ خیلی گرانتر از نرخ رسمیش می‌فروشند. نرخ چپته‌های پرواز به روسیه برای یک طرف در بازار سیاه از 700 دلار سر شده تا به 1200 دلار می‌رسد.